عزیز خودتو نگه دار جانم خودتو نگه دار یه روزی رفتم که رفتم را باسد خونده بودم اون زمونم به خدا تو کار دل مونده بودم یه دل اینجا یه دل اونجا عشق حسرت توی چشم من عزیزم راه دور دل من سنگ صبور روزگار اینجوری خواسته همه رشتا جور با جور دلم آروم نداره تا میگم قصه نخور دست بذاره میذاره من عزیزم راه دور من سنگ صبور روزگار اینجوری خواسته از برد دامن کشان رفتم ای نامهربان از من آزرده که دگرینی نشان رفتم که رفتم از من ای بیگانه بگذر ای جانانه بگذر هرچه بودی بی خبر رفتم که رفتم بعد از این کن فراموشم که رفتم دیگرم دست تو می نمی‌نوشم که رفتم با دل زورا گشتم از دامت رها بی وفا رفتم که رفتم عاشقان را بگذاری بنالند همین مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنیم عاشقان را من عزیزم را به دور دل من سنگ صبور روزگار دور خواسته اینا برای اسفانیا که شیرا میخواستن یه شیرا دیگه دارم چه خوش باشد چه خوش باشد که
از این بهتر چه باشد دمی که میرسد یاری به یاری دلم آروم نداره دلم آروم نداره تا میگم گریه نکن سرگذاری میبره دلم آروم نداره دلم آروم نداره تا میگم گریه نکن سرگذاری میبره من عزیزم راه دور دل من سنگ صبور روزگار اینجوری خواسته در نوشتا دور و دور روزگار اینجوری خواسته در نوشتا دور و دور روزگار اینجوری خواسته سر نوشتا دور و دور Evoluție Capain Santur de Shira Peshamash Cain Azar Rahmat Jel Capain Magyalahem אנחנו עושים הפסקה קצרה 10 דקות. نمایشنامه کمدی ترسو به روی صحنه می آید. نمایشنامه کمدی ترسو بازیکنان به ترتیب اجرای نقش داوید سعیدیان، دانی شفاهیم و ایرج آقاجانی. لطفاً هنگام اجرای نمایشنامه سکوت را مراعات فرمایید. دلم میخواد به اصفهان برگردم بازم به اون نصف جهان برگردم برم اونجا بشینم در کنار زاینده رود بخونم از ته دل ترانه باشه ترانه باشه خدای دل من پر از غمه تموم دنیا برام جهنمه چه بگم با کی بگم حقه دل رو کی خواهم علم تمومش درد دل منه. منم میخوام برگردم اصفهان بشینم سر داینده رود هم داره خوده هم داره داینده رود که جلوش گرفت خوش شده همه گرفت تو اصفهان بودیم ما به بومی گفتن جیده اونجا اومده ما میگن به جیدی قبولمون ندارن رفتن مدایا بسونن گفتن که فایده نداره تا ثابت نکنی که اینجا تو جیدی خبری نیست نه مدایا نه هیچ من میخوام ثابت کنم میگن نه میباز بیای برده کارت درست رفتن خلاصه این اداره اون اداره هیچ فایده نکرده اینجا گفتن که اینجا اداره روسا من نمیفهمم ما ایرانی ها خودمونی میتونیم کار خودمون رو درست کنیم که دیگه کار مفتاده روسا کارمون رو درست کنن حالا اومدم اینجا هم که کسی نیست من نمیفهم تا اومدم زبونه رو یاد بگیرم و دیدم اینجا زبونه رو حفظ کردن و دیگه همه با دیگه روسی حرف میزنن چه عقل روس کجا بوده اینجا اومدن حالا مثلا تو ایران آره گاماریش تموز کی؟ نه برو دنیا دیدی اینم مدال روسی با رو حرف میده چله جانی تو روی نبا چطور ولم کو به درد مرد خودم میمیرم اینا دیگه ولی اینم روسی کجاشمون میچینه دم؟ آره آقا شما ساختی
سلام آقا داوود. آقا داوود شما اینجا چیکار میکنی؟ تو که تعدای آشناهات اما این تلقیات ندونه تو فردوسی. فردوسم آقا داوود. شورشمره فردوس؟ آره. تو اینجا اومدی؟ و چیکار روزی حرف میزنی؟ رباطشون بیافته به خیالم شما من روزی. تو هم اینجا اومده کار گیر کرد اومده اینجا کار درست کنن؟ نه آقا داوود من یه کار کوچیک داشتم رفتید تو این اداره رفتم و اومدم تموم کارا رو یاد گرفتم حالا شدم کارچاک. پدر بله خداشی 20 شیکل میگیرم کارش رو میدم. خب قربونت برم داشتم حالا میگفتم من کارم گیر کرده گفتم بیا اینجا کار درست میشه. چی کار داری؟ میتونه کنم میخوام ثابت کنم که من جیدم. نه ترتیب کاری نداره آقا داوود براتون درستش میکنی 40 شیکل. آره؟ تو حالا گفتی 30 شیکل من رسیدم آشنا شد 40 شیکل گفتم تنگ آشنا چرا کتاب آقا داوود این زبان یروشالایمی خواهر یا برادری za خودش چه میدونم باز غالبا یکی تیتر شیکل. حالا قربونه برم اینم میتونی درست کنی؟ آقا داوود براتون درست میکنم اما ببینید خوب شد اینه که اینجا کار میکنه با من کار میکنه و منو میشناسه اما خوب شد الان نیست. ببینید چی بهتون میگم. اینجا اداره روسو بگه بفهمن شما ایرانی کارتون رو راه نمیدونن. هیچی نگید بیشینید من براتون درستش میکنم. یعنی حالا نگم که بعد فهمونی؟ نه خدا ببینید هیچی نگید دهنتون رو با نکنید نگید کجا اومدید هیچ نگید بیشینید من براتون. حالا ما اونجا افتخار میکردیم اتفاق حالا اینجا آرو نگید هیچی نگید دارید شما که همیشه آرو نگید. حالا خاله درست بشه حالا هر دور شد میگم ملت روزگارا. שלום לריסה, מה שלומך? ברוך השם. איך את מרגישה לריסה? מזמן לא ראיתי אותך, איפה את? כבר הפעם דרד מכת, הייתי חולה. היית חולה? چی؟ این که اینجا کار میکنه. و چیکار گفت تو باریس داری؟ چیکار گفت باریسا باریس؟ من که اینجا فردوس نیستم من لاریسا. اینجا اسمی شده لاریسا؟ چه اختر این اسما کنی؟ اون چی انگار قیافش به تاریکه با چه دنگانی خوبارده؟ نه خدا پاسه سنگا کجاست نه من اینو میشناسمش روز. לריסה, מה שלומך? איך את מרגישה? ברוך השם ברוך השם. לריסה, מי זה האדון הזה? הוא עולה חדש? חדש? לא, דווקא הוא משומש. אבל הוא עכשיו הגיע לארץ? قیافش ناشناتی اسمش چیه؟ הוא שואל מה שמך? שם שלי? דוב. קוראים לי דוב, כן. خیرسه آقا جان. و اسم فامیل پاچه تنگه؟ نمیخواد چه משפחה שלך הוא שואל. اسم فامیل שם משפחה דובדבני. דובדבני. خیرسش البلویه آقا جان. خب حالا هر حیوانیتون میتونه کار منو درست کنه لا طوری نیست. כן, לריסה, מה האדון רוצה? מה אפשר לעזור לו? אנחנו יושבים פה לעזור לאנשים. מה הוא רוצה? אני יודעת, میگه چه کار دارید آقا جان؟ بگو اومدم گوره ما بکنم. بگو من دیگه آج بدم. دیگه امرو دیگه کارم درست نشدم. بگو اول خود ما میکشم بعد اینو میکشم. ادونی خیرسه به بیابونی اخبانی چه میدونم עצבני? עצבני? בשביל מה עצבני? این כל מקום که הוא הולך במקום שעוזרים לו לא עוזרים לו. למה לא? עכשיו אם תעזור לו אם לא תעזור לו הוא קודם הורג את עצמו ואחר כך אותך.
جوان فهمیدم کار رو میز نزنی ها کارت پیش نمیره چه کن میخنده کن؟ رو بخنده دارد چی میخنده؟ תגידי לריסה, הוא מבין בכלל מה הוא מדבר? מה הוא מדבר? איך הוא יכול קודם להרוג את עצמו, אחר כך להרוג אותי? הוא מבין מה הוא מדבר בכלל? עבודה. چقدر خرفتیدم شما چطور اول خودتون رو میکشید و بعد این فرفال بلو گرم؟ من اینجوری گفتم بگو خلاصاله کار مرا درست کن میخوام برم מה אני יכול לעזור? מה הוא רוצה? הוא רוצה תעודת זהות תעודת זהות? آره אז למה הוא כועס? זה צ'יק צ'אק, אני נותן לו תעודת זהות, אין שום בעיה, מה הבעיה? תגידי לו, אין שום בעיה. ببینید آقا میگه لریفاز جون به خاطر تو برنگ میشناتمی کاری که ارگز به دنیا نکردم میکنم 50 شک הסברת לו, בסדר? כן, بعد که شهر رفتم گفت درست میکنه آره جون قد بالا آره הוא מדבר עברית? לא לא מדבר עברית. טוב. איך קוראים לו? מה השם שלו? آره آقا جان اسمتون چی؟ داو کوچیک داو تو کتان سلخادا איך את מדברת? מה זה? דאבוד? خرفش وحشیه پاچه میگیره دیو מה השם משפחה שלו? משפחה. שם משפחה, כן. میگه فامیلاتون کجا؟ فامیلا همشون تو اصفهان بهونتون مار بده اونجا دیگه فروشی دارن قالی فروشی اصفهان آقا جان خفه خونه نقمار دپاتون بندازی و فرو برید اینجا به من درستش کجا اصفهان؟ لو משפחה שלו חורוס לארץ. יש לו משפחה בארץ? מישהו מכיר משהו? משפחה? קרוב משפחה? آقا باشید وایسی אדוני תסתכל על הגובה שלו הוא ממשפחה آیت الله شیرازکی מי? آیت الله شیرازکی שרנסקי? אנטולי שרנסקי. מה, הוא משפחה של אנטולי שרנסקי? טוגובה. כן, טוגובה כן, אבל משפחה שלו. דרם עבודה. עכשיו... אני גם פומילי כקלי גונדו. תשאלי אותו אם הוא חד-הורי. חד-הורי? לא. پاسوید اومدیم یروشلایم خر بخوریم والا نمیده خر موری کنیم و نه هیچی ما اومدیم اینجا برای خودمون کار میکنیم و نه درست بکنیم برای לא, אז הוא גרוש? גרוש? כן. איזה פעם אומדית גרוש, אבל נפלו כזה אבל יעדי מפורסי את גאלות עומדת, آره گالوت اومد אז הוא לא אלמן, לא אלמן. این آلمان اومدی؟ والا اسمان همین بوده جونه ده ولی کنه رو لکه سنجی آقا چی باید گفته؟ و نگم اسمان خب بودم کجا؟ یعنی تو اسمان نمید ساله دید לריסה, תגידי, מאיפה הוא בא בכלל? מאיפה הוא הגיע לארץ? از کجا اومده؟ כן. میگه از کجا اومده ای لقادا؟ خواهر چرا میخوایی بگو کجا؟ نگفتی اسمان نه بگو نگم اسفان دیگه من نمیگم دیگه اسم اسفان آقا نمیگم دا خفه خونه نقمار بپادون بندارم خواهر چرا میخوایی بگو بله درست چه؟ گوزبکستان הוא מגוזבקיסטן. את רוצה להגיד אוזבקיסטן, אוזבקיסטן. בתרבייתי בו בגול ביום בاشید הוא מגוזבקיסטן. איפה זה? איפה זה? זה בהרי ברוסיה.
به روسیهش اوزبکستان. لو ده اوزبکستان بودی روسیا تی فکر بگم روسیا ایفو اتا اسرائیلی اتا لو یده ایفو اوزبکستان اتا یده ایفو کودکستان او خففتبستان و دبیرستان بیمارستان و قبرستان شما به پینا پشت قبرستون ما بکنده گفتی من مال کور و قبرستونه سارسینی با چرا گفتی؟ سارسینی با آقادم کور و قبرستون که نیمدیدم آخرش که نیری که دارم آقاز خونه تو نمیده حالا کاری ما درست میشه نه טוב, אני לא יודע איפה זה המקום הזה, אבל לא חשוב, אנחנו נכתוב מרוסיה. آره עכשיו, דריסה, מה הבעיה שלו? מה הוא רוצה? میگه تو چی میخوای؟ گفتم که میخوام کورتون رو اینا بکنم آه گفت بدم تودت بود بدونم که ساختی پورات تودت بود שום בעיה. תראי, תסבירי לו, במדינת ישראל, לפי החוק, מי שרוצה תעודת זהות, הוא צריך לעשות שני דברים קטנים. آره שני דברים קטנים. ببینید آقا جان میگه تو اسرائیل راست هم میگی این روسا و اینا هم که میان اینجا کارشون راه میدادن میگه که برای اینکه تودت دموس بگیرید دو تا کار کوچیکه میکنید و تموم میشه حالا که یکی بار چیزی شد دوتا چیزی نیست آقا جان بذار ببینیم چیه ما تاریخ لعدو דבר ראשון, הוא צריך להביא אישור מהמדינה שלו, איפה? אוזבקיסטן. כן, משם, מהארגון שלהם, שיכתבו שהוא יהודי. میگه خوبه یه کاغذ بیارید از اوزبکستان که شما جید میگه همون شد من کاغذه را تو کیفم دارم این بار شدید میبرم بیرون بهتون میدم بیاید بهش بدید خب دیگه دومی چیه؟ و من هشمی الونی השני עוד יותר פשוט, הרבה יותר پشوت. میگه دومیش که الان کاری نداره آقاتون خلاف میشه میره پیش کارش من طوری הוא צריך לעשות ברית מילה. میگه یه خودم خوبه میلا کنید باتونه؟ میلا کن הסברת לו? کیا میله بود؟ کیا؟ خب من خب شما را آقا جان من 70 سال پیش میله کردم چه میله کردنی بریم 70 سال پیش دقیقا حالا پاک شده تو رفتی مردم بگم دیگه موش چیه که کله پاچش باشه دیگه چیش مونده که حالا یه تیکه شریف آقا جان خودتون میگید 70 سال پیش این موقع چشاشون خوب نمیدید یخته کج میبریدن امت برای امین عمد که به صدار نشد הסברת לו? والا بدیم منو مولا شیمون میله کرده میخواد چند بار ما در بیارم بهشونش بدم نتردید آقا داد نتردید تقلش رو بقش میکنید و میتردیدم مگه چیکام هم چکارتون کنم دارم بچه 8 روز ببار میلا میکنم صداش در نمیاد شما اگه ماشالله چشم بدکور بد خره تنهایی لریسا, אני אין לי זמן, אני רוצה לעזור לו, ببینم من همه چی رو به همه دنیا میبینم حالا یه ذره چینم نمیتونم ببینم میخواد ببینم ببینید آقا جا نتردید قربونتون برم یه موش چیه که کله پاچش باشه آقا جا دکترها اینجا را هیچ کجا ندارن نتردید دکترها یروشلایم چیزی میگویدم مردی را از زیر خاک میکشندش بیرون شکمش رو میدرونم رودهاش رو میردن بیرون میردن جاش فرداش پامشه را میرید نترسید میگه میخوان چه کارتون کنن؟ میتردم آخر جونم تر این چیزا بره بگو نمیخوام نه مدایا میخوام و نه
بگو ولم کن به درد و مرگ خودم ببینم نمیخوام اصلا ولم اصلا ایشی کم کنم که تقدر بکنمش بدم ادونی او لروسه پخه نفخه مازده لوروتسه نفخه מפחד? اینجا عبدال بیمیر את יודעת מה? אם הוא מפחד לעשות את זה אצל הרב, אצל המוהל, יש לי חבר, עובד, מנהל מחלקה כירורגית בבית חולים הדסה. אני אבקש ממנו שהוא יעשה לו ניתוח פלסטי משהו שלא יפחד. چقدر حرف میده دیدید آقا جان؟ دلم شور به دلم بگو خلاصه آقا جان یه روز تفیدی و پیش می تفیدی داشتی که امروز من اومدم سر کار منو دیدی میبینی چی میگه لالیتا جون برای دوستیمون اگه میترسه مولا میلاش کنی یه دوست داره یه بار یادم رفت הדסה, בית חולים הדסה, הוא מנהל מחלקה כירורגית פלסטית. میگه که یه دوست داره که عدسی میپده و برای اون یه چیز خوب درست میکنه با پلاستیک دارم چی کنم که پلاستیکی باشه پلاستیکی میخوام چی کنم؟ نه پولوروسه می پلاستیک מה זה לא רוצה? אני אין לי זמן, באמת, תחליטו. זה לא... روسه می باسو לא, זה לא פלסטיק, זה לא פלסטיק. חכה, זה... אני میخوام بیا بلند شید صبر کنید آقا جان داره درست آقا جان صبر کنید آقا جان صبر کنید بود براتون درست میکنه 70 شکل לריסה, חכו רגע, אני תכף להתקשר לפרופסור לראות אם יש לו זמן. پروفسور؟ حد دیگه داره به کی تلفن میکنه؟ به نظر این רגע. اینه که اونا پروفسوره که میخوان میلا کنه تو اینا؟ אבקש את פרופסור ציקרמן. אוקיי. אוי, שלום, בוקר טוב פרופסור. מדבר דוב ממשרד הפנים. כן, כן, ברוך השם, בסדר. איך אתה? אני לא אפריע לך, פרופסור, תראה, יש פה איזה עולה חדש לא יודע, מרוסיה. הוא צריך לעבור טקס ברית מילה, אתה יודע, כמו כל הרוסים שמגיעים לפה. כן. אז הוא מפחד לעשות אצל הרב, אני רוצה לבקש ממך, תעשה טובה, תעשה לו את הניתוח. הוא שואל מה הגובה שלו, גובה. گوه شد یه متر و نیمش بیرونه و یه مترش هم دیره כמה? מטר וחצי, קצת יותר אולי. ببینم قدش رو قد کجا رو میبرده قد כן. من تا بوده לריסה, תשמעי. פרופסור, רגע, אני אסביר להם רגע. פרופסור אומר שהוא כבר הרבה זמן מחפש איזה מועמד מתאים, הוא רוצה לעשות ניתוח משהו מיוחד, דבר ראשון שאף פעם לא עשו בעולם. ببینم آقا داود میگه پروفسور منو شناختی گفتی دوست لالیتا گفته عالی گفتی براش یه کاری میکنم طولانی بشه که همه دنیا بشناسن میگه میخواد چکار کنه؟ من رو بگم הוא רוצה לעשות משהו מיוחד, הוא רוצה לעשות ניסיון פעם ראשונה בארץ ובעולם. آقا داود میگه میخواد کاری جون کنه که عکسشون رو تو تلویزیونا بندازن تعدادشون رو تو روزنامه‌ها پخش کنن طولانی میشه כן, רגע, פרופסור, כן, היא מסבירה לו, הוא עולה חדש, כן. چی پروفسوره؟ چندی میبینی؟ نه درست ببینم الو پروفسور من خیلی میخوام بارو خواسته پروفسوره میخواد چکار کنه؟ که تعذر آره؟ ببینید آقا داود میگه اگه به صد شکل بده براش رو بده کن آره خدا ربا میخوای لیپ داکش کنی دهنتون رو بکنید آقا داود دهنت میخواد اینتون کنه معاینتون کنه بگید די, לריסה, באמת, תפסיק, בסדר, הוא מסכים? آره پروفسور مسکین לא, פרופסור, רגע, הוא מסכים, אבל הוא מסכים, הכל בסדר? آره آقا داود پروفسوره میگه باش اینا فکر کردن که من پول اینا دارم پول اینا خبری نیست پروفسور اگه فکر میکنه הוא אין לו כסף אין לו כסף? רגע.
פרופסור ציגרמן, תראה, זה עולה חדש, מצב כלכלי שלו מאוד טוב, מאוד לא טוב. אם אפשר, אני אבקש ממך לעשות את זה הפעם לידי. כן? תודה רבה לך, אני מאוד מודה לך. בסדר. בסדר גמור, כן. אבל אתה תמיד שקי. אבל בואי פרופסור אחד מול קלבי ברדום בגורבי. פרופסור גופתי. בסדר, לאריסה, הכל בסדר? آقا خوبه؟ براتون بدون پولم میگیره نه ببینا من چاره نیست یعنی اگه این کار نکنم خک آقا جان اگه این کار رو بهتون ندن جان جانون تو گوی ما بندی ببینه من خجالت میکشم من یه فکری به ترین داری اگه تو این عمله که میکنه جان یه کاری بکنه که من نامدی در بیارم و یه بچه داشتم و اینا حاضرم میدونه یه کاری کنه میدونه یه کاری کنه یعنی کاری یه بدون برمی میاد ادونی که عمر هولو اوویت هولو اوویت؟ هانیم شلوش خوریم هانیم شلو לא כל כך שחור. نه صورتش אז לא עובד שלא יעבוד בגיל שלו, הוא לא צריך לעבוד. صورتش سفید تیشونیش دیگه מה? לא עובד, הוא לא עובד הוא לא צריך לעבוד, בגיל שלו הוא לא צריך לעבוד. לא עבודה שעושים ביום עבודה שעושים בלילה אז בלילה שלא יעבוד, הוא לא צריך לעבוד בכלל. אף אחד חרף לנו אני לא מבין, שלא יעבוד. אני מאמץ פרופסור, סליחה רגע. הוא איש הרותי הוא רוצה סקס. כן? میخواد به چه دار شه زن بتونه به چه دار شه روز ایشا و یه لرژی כן, רגע, פרופסור ציגרמן, תראה, האיש הוא אומנם מאוד מבוגר, אבל הוא רוצה שיהיו לו גם ילדים. כן. אוקיי, פרופסור אומר, אחרי שהוא יעשה את הניתוח המיוחד, יש סיכוי גדול מאוד שהוא יהיה לו ילדים. כן. آقا جان یه کاری میکنید که با جنب بجونم گردو بشکنید 150 בסדר? حالا میتونه یعنی یه کاری کنه آره آقا جان ופרופסור שואל אם הוא יש לו סוכר. סוכר? כן. آقا جان تو خونه رو قند و شکر داری؟ برای چی میخوام؟ خب برای شرمه چرا نمیدم؟ حالا گفته که بیارم برای آره خدا بیارم منم جا چاقوی سربتی دارم براشون که درست میکنم و دهنه כן, איזה יום? שלישי שבוע הבא. ביום שלישי שבוע הבא, שהוא יבוא לבית חולים הדסה, אני גם אהיה שם, בשעה 8 בבוקר שיהיה בצום. بهتون باشه میگه آقا داد شنبه هفته دیگه براتون وقت گرفتن که بریم عدتی آره براتون درست میکنم به عدت هم میدم بخورید اما من میکردم فردو من تنه نداری اسبرد לו שיהיה בצום. آره میگن ناشتادم باشید آقا جان نتردید ببینید من دلم روشنه بگید نتردید اولش بارون بودن به آخرش هم بارون هم من تنه نداری آقا جان با اگه بذارن میام تو اتاق عمله من بالا سر دون اگه گذاشتن خود من براتون میبردم בסדר? יום שלישי שבוע הבא בשעה 8 בבית חולים הדסה. בסדר, אני מביא אותו. מביאה אותו. תהיה בריא אדוני, תהיה בריא. כל טוב לכם. خدای گردان بیان میتردم כן, בן אדם מבוגר יחסית, כן. הוא יש לו, לא יודע מה הוא רוצה, אבל אני רוצה ממש להודות לך. תודה רבה. כן, 100%, תודה רבה. מה שלא עושים בשביל עולים החדשים,
هرچی کردو و هرچی یدم تو یالا ما هم که توی موقعیت شما نمیشیم فرده اول بشه فرده بود شبات فامیلا رنجد مهونا که دل شیرا بگم شونا ایله درده دا خالی بریچو آبیل ایمو ایرو خوب پاچو بعد اون دنیایی قربونه جون برم دلم داره تیکه تیکه میشید یه میزاکون نصف رو یه رو قربونه جون برم 2 هفته این رفته پیشونی دیارا اینجا نگرش داشتن اونی دارن برم ببینمش چه بلایی سرشو مردم عقل میان نمیدارن برم کفتر آیا چه بلایی سرشو بردم خیلی دلم شور میدنه قربونه سلام שלום לריסה, שלום. שלום. מה שלומך? ברוך השם, מה שלום חבר שלי? הוא חי? אני רוצה להגיד לך, עשו ניתוח עולמי. משהו. נו דעמדי? חי הוא? חי. עכשיו הוא מחליפים לו את החיתולים, תכף הוא יבוא. חודישה. הכל יהיה בסדר. قنجابش کرد עשו ניתוח משהו לא יאומן. ניתוח? כן. או בבינם? כן. יש לי שאלה. כן. خیلی سواریدن בעברית. اینا چه بده ببینم בואי תראי, בואי אני אראה לך כל הנה. בואי תראי. הנה. תסתכלי. חודישה. לא, את מחזיקה הפוך. כן. ג'וצ'אזם? כן. הנה את רואה? הנה. זה הניתוח שעשו ומה שעשו פה. צ'יקרש כאן? עשו משהו עולמי. ניתוח בנוסף לברית מילה עשו ניתוח. איפה הוא? תכף הוא יבוא. עכשיו, הנה עוד תמונה. עכשיו תשמעי. את רושת, יו. כל העיתונאים מחכים, תשימי את זה פה, תכף אני אלך להביא אותו. רגע. תביא אותו מהר. כן. לאט, יופי. کجا شم چکا گریه میکنی؟ اینا عشق شوقت میکنم. لריסה, אני הייתי כל הזמן בחדר ניתוח, הכל ברוך השם בסדר. چقدر گفتی نتر تو اینا بمون انشالله خدا همه برا تو خوب بکن همه چی خوب شاید گفتم اما فردوسا انگارای خیلی بدباره تنگیری میکنه آره او خیلی میتونه دو رحم تاگه یعنی خوب میشه داره میشه خوب میشه این رحم تاگه یفته یا جواز چی؟ מה הוא מספר? מה הוא אומר? הוא אומר הכל בסדר آره خدا را شو خوب بود و همه بابتی و آره پرستارا و دکترا و همه چی خبر نگار بهتون میرسیدم؟ آره چموم این پرستارا با من هم کلاس بودن اما نمیدونم انگار یه حالت کف و ویلا دارم که نمیدونم چجوری تعریف کنم عمر حکال‌های بسیده رو تو رو ربانایش رو حالت کف و ویلا איך הוא מרגיש? دیگه آقا جان چه احترامی دارم احتار؟ نفیم سر احتار اولا که به این
جشن گرفته بودند و رو عملی را چادر زده بودند خوش هم میگه دروغ بودن و نمیدونی چقدر این پرستارا دکترها خوشی میکردن بلند میکردن عکسش هم میگرفتن نه عکس عملی را این داران میدونم شما را دیده انقدر خوشی میکنه ما اون مثل دیدم چیکار کردن و عکسش هم میگرفتن و پرستارای میومدن به این ور میرفتن یه بر احساسم که داشتم ما رفت بدن بگیدی ما هرگشم این داشتم هرگشم קודם כל, אני רוצה להגיד לך שהפרופסור היה אמור להיות פה עכשיו, אבל קראו לו לניתוח דחוף אחר, אז הוא עסוק שם. אבל אני מקווה שהכל בסדר, נכון? بگو میخواستم بپرسم این احساس و اینا خوب میشه הוא יהיה בסדר גמור, שוב, לא חשוב, זה בדיוק הניתוח שפרופסור עשה. آخرش اومدن چشش خوب کنند ابروش خوب کنند چشش کور حالا چقدر نفوذ بد میدن תגידי, אני שמעתי שלקחו אותו לטיול, זה נכון? טיול? כן. آره آقا برده بودن دیدون گردش شاد گردش آره بدون با این حالش بردیدش تو هفته ما را بردن گردش بردن یه جا که توش پر حیوان و اینا جاد خالی بردون حالا چی میدونم حالا مردمانه بردن اونجا و میگن که ببینم انگارا بردن خواستگاری این حیوانه نشونه میدن ادی خوشت میاد ادی خوشت میاد یعنی چی؟ خب آقا میخواستم ببینه در چه حیوانی خوشتون میاد مثلا من کلگدند خوشم